به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار و یکایک شما باد در هر کجای عالم که هستید و در هر وقت ساعتی که ما را تماشا میکنید. دوستان عزیز، شما میدونید که من گاه 2 هفته یک مرتبه، گاه هفته یک مرتبه و حتی بعضا می شود که ماها با مردم صحبت آنلاین برگزار نمیکنم، زیرا اگر موضوع نباشد، مسئله مهمی نباشد، من تلاش میکنم که به کارهای تشکیلاتی، ساختاری و به کارهای مشغول باشم که برای یک حزب، برای یک پیمان، برای یک اپوزیسیون لازم است، مهم است. یعنی وظیفه یک سیاستمدار و رهبر یک حرکت اپوزیسیونی این نیست که هر روز بیاد در رسانه ها، در کانال یوتیوب صحبت کند. اما گاه مسئله های پیدا می شود، شرایط می شود که انسان مجبور می شود که در یک هفته چند بار و حتی هر روز برآمد کند و شاید وضعیت اگر به همین سمت رفتن بگیرد، ما مجبور میشیم که در یک روز چند مرتبه در چند موضوع صحبت کنیم. یعنی موضوع صحبت ما را و مدت صحبت ها را یک هفته یک بار می شود، هفته 2 بار می شود، ما معین نمیکنیم. این را زمانه، وقت، حادثه ها و فعالیت های حکومت، وضعیت جامعه معین میکنند. بنابر همین چرا من امروز لازم دانستم که صحبت را انجام بدیم، اگرچه 2 روز پیش صحبت داشتم در موضوع تحلیل سخنرانی پرهیجان امامعلی رحمان در آستانه، بحث‌ها و شکایت‌ها و گیله و نازش با پوتین، ولی امروز لازم شد که باز یک صحبت دیگر با شما داشته باشیم و اونم در موضوع بسیار هم غم انگیز که واقعا هم ما را تکان داد. این 10 سال روانه زندان کردن دلیر امامعلی، یکی از روزنامه‌نگاران، بلاگرهای جوان و شناخته تاجیک می باشد و این چیز وادار کرد که من بار دیگر بیام در یوتیوب و این صحبت رو انجام بدیم و این سوال رو هم بگذارم به خودم، به مردم و به جامعه که امامعلی رحمان همچون پرزیدنت تاجیکستان باز چی کار کند، باز چی کار مانده است، چه ظلمی را باز بیشتر بالای مردم تحمیل کند که جامعه ما بیدار شود، مردم به خود بیاد، مردم به این نتیجه برسد که بگوید که بس. یعنی امامعلی رحمان باید چی کار رو باید انجام بدهد که ما همچون جامعه، همچون ملت بگیم بس، تمام، از این بیشتر، از این طولانی‌تر ما دیگر نمیخوایم، تحمل کرده نمیتونیم. ببینید دوستان عزیز، امامعلی رحمان همچون پرزیدنت 30 سال باز در قدرت است. او واقعا خسته شد، از این ملت خسته شده است، تا حد خسته شد که دیگر شکایت و گیله و ناز و اعتراضش رو مجبور است به پوتین کند، به دیگر رهبران دیگر کشورها کند. دیگر به ملت فایده ندارد، چون می‌بیند که ملت به این ملت مراجعت کردن دیگر هیچ نتیجه‌ای ندارد. همه کار رو کرد، همه چیز را در حق این ملت کرد. شاید امامعلی رحمان فکر کند که من همه خدمت رو به این ملت کردم، اما در اصل اگر ما از پهلوی دیگر بینیم، امامعلی رحمان چی ظلمی که یک پادشاه در تاریخ کرده است. مثلا شما بگیرید ظالمترین پادشاه تاریخ را، از فرعون و نمرود و از چنگیزخان و تیمورلنگ و گیتلر و هر کی باشد، شما بگیرید، آیا مانده است یگان کاری را که امامعلی رحمان در حق ملت تاجیک نکرده باشد؟ از این بیشتر دیگر چیکار کند؟ اپوزیسیون را سرکوب و زندانی و کشتن و نابود کرد. حتی نه تنها اپوزیسیون را، تمام اون همراهان خودش را که همراهش در فرانت خلقی با فکر میکردن، با آرزوی آن که مبارزه برند علیه حکومت مصالحه ملی و او را از بین ببرند، دیگر تاجیکستان گل شکفان میشود. تاجیکستان با گفت خودشان از دست ملاها و از دست دموکرات‌ها خلاص میشود و یک دولت آزاد و پیشرفته میشود. تاجیکستان را تبدیل دادن به یک حکومت، یک دولت خانوادگی. اونها را هم نابود کرد، زندانی کرد، اپوزیسیون را کرد، ملاها را هم هر چی از دستش می آمد تحقیر و توهین و حتی مجبور کرد که لباس یگانه پوشند و امروز خطبه نماز جمعه تبدیل شده است به همون پلیدزنیتی که در زمان شوروی بود. بعضیا شوخی میکنن، میگن که فقط مانده است که همون پرگنوز پگادا را هم بخوانند، دیگر همون برنامه اخبار را، چی برنامه اخبار تماشا کنید، چی خطبه نماز جمعه امام خطیبان امروز را. ملاها را تبدیل داد به یک گروه تبلیغاتی و پروپاگاندا. معلمان همه به جای کار مهاجر، دکتر
مجبور است که دست به رشوه‌ستانی و از بیمار پول طلبیدن کند. روزنامه‌نگاران زندانی، مردم مهاجر، 2 میلیون به گفت پوتین در روسیه مهاجر، به گفت رحمان 600,000. معلوم است که کی دروغ میگوید، رحمان یا پوتین. نمیتوانند بارها همین رو تکرار میکنند، ولی معلوم است که دیگر هر دویشان دروغ میگویند، چون از دیکتاتور غیر از دروغ دیگر چیزی رو انتظار شدن ممکن نیست. خب همه را سرکوب کرد، همه را مهاجر کرد. کار به حد رسید که تا درون دیگ و طبق مردم رو با تنظیم دستش رو میخلاند، حساب میکند که کی چند کارتوشکا میجوشاند، کی چند مهمان دعوت میکند، گهواره بندان مردم در کار دارد، سلبندان و حالا هر چی که مردم میکنند. خب پول مردم رو میدزدد، حکومت رو خانوادگی کرد، پسرش رو نفر دوم، دخترش رو نفر سوم، دامادش رو نفر چهارم. میلیاردها رو در خارج کشور در آفشورها میموند. راه مردم رو پولکی کرد. مردم برق ندارد، برق رو در خارج میفروشد. همه این رو در عوض چی؟ در عوض آنکه گویا که به مردم صلح آوردم. در صورتی که این صلح را مرحوم استاد سید عبدالله نوری با طرف دیگر صلح کرد، صلح در یک جایگی به دست آمد. حالا گذشتیم از بحر صلح. این همه ظلم و این همه ستمی که بالای مردم کرد، باز چیکار کند که مردم، ملت یک بار به خود بیاد بگید که بس ما هم ملت هستیم، ما هم انسان هستیم. واقعا امام علی رحمان از ظلم کردن خسته شد. حالا نمیدونم باز چرا باید فکر کند، اختراع کند با مشاورانش که چی مونده از بالای سر این ملت که من اون را بیارم یک بار بسنجم که این ملت بیدار میشود یا نه. این وضعیت چند پیش کدام دوست در کجای نوشته بود، یک مقاله هم نبود، یک لطیفه بود یا قصه ای که اون را به یادم آورد که پادشاه در کدام زمانه هم از ظلم را بالای ملتش میکند، مردم اعتراض نمیکنند، خاموش. مشاور را دعوت میکند، وزیر رو میگه خب چرا این ملت من قدر صبر میکند؟ غیرت و ناموس این ملت کجا شده است؟ من نمیخوام پادشاه این خیلی ملت باشم. خب میگه جناب عالی شما یک کمتر ظلم رو بیشتر کنید که باز بینه ملت چیکار میکند؟ آیا غیرت و ناموس ملی دارد این مردمی که خودت پادشاهش هستی که میگه چیکار کنیم؟ مثلا میگه که حزب‌ها رو بند، حزب‌ها رو میبندد، اعتراض نمیکنه. باز چیکار کنم؟ ملاها را تحقیر کن، فایده ندارد. روشنفکر زیایی را تحقیر کن. خب مردم اعتراض نمیکنند. خب میگه ژورنالیستاش رو، حالا نمیدونم در اون زمان ژورنالیست بود نبود، روزنامه و رادیو و تلویزیون بود نبود، برای مثال گفته ایستادم. یعنی انداز را بالا بر، گمرک را بالا بر، پسرت را وزیر تعیین کن، دامادت را فلان تاجر رئیس بانک کن. خلاصه همه کارا میکنن، مردم خاموش. میگه خب این ملت پس ناموس ندارد، این ملت بیدار نمیشود. میگه خب یک راه دیگر مونده است، همش را در یک ورزشگاه جمع کن، چخیلی که امام علی رحمان جمع میکند. بعد یک چند نفر رو میلیسیانی رومان یا همون میرشب رو، هر کدومش رو یک چوب تکی در پشتش یک چوب بزنن. حالا در پشت چوب زدن به دو معنا است، در پشت و کمر و میان چوب زدن یا در یگان جایی باز مخصوصی ملایم دیگر چوب زدن. به هر صورت میگه این کار هم انجام بدید. مردم اعتراض نمیکنن و میگه خب نخود ملت من تا این درجه رسیده باشد که دیگر هیچ کس اعتراض نمیکند. حتی کار به این حدی تحقیر هم رسید که لط و کوب میکنم در یک ورزشگاه، هیچ کسی اعتراض نمیکند. بالاخره یک نفر دست میبردارد، میگن من یک شکایت دارم با جناب عالی، مرا پیش پادشاه برید. بسیار خبر میرسد با پادشاه، بسیار خرسند میشود که این چی نفری بوده است که در این ملت مرده خاموش من یک نفر خیریت پیدا شد که صدا بلند کرد اعتراض دارد. میارن نزد پادشاه، میگن چه اعتراض داری؟ میگه جناب عالی هیچ اعتراضی نداریم، فقط خواهش میکنیم که همون میلیسیانرها رو بیشتر کنید که ما در وقت چوب زنی نوبت نیستیم، چون خیلی کم است، مثلا چند هزار، ما مجبوریم که برای اون چوب رو خوردن نوبت بیستیم. و پادشاه میگه که خب من خیلی خرسند شدم که یک نفر اعتراض میکند، ولی دیدم که نه، همه مردن و این ملت سزاوار از این بیشتر ظلم هست. برایید هر ظلمی که نسبت این ملت روا می‌دارید شما انجام بدید. و پلیس و امنیتش و پروکورورش و قاضی و میرشب شروع میکنن با غارت و چپاول ملت. دقیقاً همین وضعیت را من اون وقتا میخوندم، گفتم لطیفه است، کم کم به وضعیت تاجیکستان ما شباهت دارد. اما امروز میبینیم که نه، کم کم نه،
100% شباهت دارد، حتی بیشتر هم از اون. و دیگر امام علی رحمان خسته شد، نمیداند چی اختراع کند. در تمام رویخطهای ظلم جهانی، در فساد در دهگانه اول، در کمبود برق در دهگانه اول، در کمبود آزادی دهگانه اول، در شکنجه زندانی ها دهگانه اول، در همه انواع ظلم و شکنجه امام علی رحمان در جای اول میستد. ملت تاجیک در قطار 10 ملت فقیرترین، مظلومترین، نادارترین جهان میستد. اما باز هم خاموش، نه تنها خاموش، حتی یک قسمی از ملت، از جامعه باز قرصک زنی، باز حمد و ثنا خواندن، باز تشکر و ماشاءالله، باز فخر با پیشوایشون. وقتی که این دلیر امام علی را امروز حکم برآوردن، واقعا برای ما یک پیامی خیلی خیلی تلخ بود و مجبور شدن که باز بیان با مردم صحبت کنن که تا کی. بعضی از دوستان میگن که خب عیب شما هم هست، یعنی ما اپوزیسیون هم عیب داریم. نهضت اسلامی تاجیکستان همین رحمان رو شما رحمان کردید، در وقتش صلح کردید، در وقتش عقب نشینی کردید، گذشت کردید. آهسته آهسته این یک رحمانی بیچاره حالی که بزرگ در سر قدرت می ایستاد، امروز تبدیل به یک دیو شده است که دیگر هیچ کس او را جرأتی حتی حرف زدن نمی کند. حتی یک روزنامه‌نگار برای آن که فقط برنامه‌های اجتماعی میکرد، مثل عبدالله غربتی و دلیر امام علی و دیگران، اون 4 نفر و نه تنها این 4 نفر، 10 نفر دیگر مردمی بدخشان که فقط برای حق زنده بودن، همچون پامیری، همچون یک مردم با که دارای فرهنگ و زبان و مذهب و اعتقادات خودش است، برای اون صدا بلند میکند و هم کشته میشود. برای همین قدر دعوا کردن، شکایت کردن، امام علی رحمان دلیر امام علی رو میبرد 10 سال زندانی میکنه. 10 سال یک جوان را که در سالهای پیش در دیگر کشورها برای کشتار 10 سال 15 سال میدهند. شما حقوق شناسان، یوریستایی که در دستگاه امام علی رحمان کار میکنید، یک بار به یاد بیارید در کودکس جنایتی زمان شوروی چی بود، یا حتی در سالهای اولی همین حکومت تاجیکستان مستقل، یعنی 20 سال 30 سال. این اصلا برای سنگک سفروف 23 سال حکم گرفت. این تکراری برای ریتسیدیو، یک بار زندانی شدن، دوم بار آدم کشتن، همون کسی که امام علی رحمان رو سر قدرت آورد. ولی امروز دلیر امام علی رو برای آن که فقط بلاگر بود، حالا شاید یگان انداز را اشتباه کرده است، حالا شاید 100 سومون جریمه است، 1000 سومون جریمه هست، ولی 10 سال زندانی کردن برای چی؟ وقتی که همین امام علی رحمان در طالال جلسه یک جوان دیگر را فقط برای جوان بودنش میگوید که کنج زندان باید میرفتی 15 سال، اما چون جوان هستی از گناهات گذشتم. امام علی، دلیر امام علی جوان است، عبدالله غربتی جوان است. فرق این جوان از وی جوان در چی است؟ در این است که اون جوان، اون کارمند گمرک، از خش و تبار و نزدیکترین آدمان خودت و از دزدان اطراف خودت است، اما این جوان یک انسان مستقل است. این اپوزیسیون نبود. این بنده خداها بارها داد میزدن، حتی ما را تنقید میکردن که وقتی کدام از شبکه‌های اپوزیسیونی یکی از نوارهای دلیر امام علی را استفاده کرده است که این آزاد است، در تمام دنیا این جرم نیست. استفاده نوار آزادی، نوار دلیر امام علی، نوار من، نوار هر کسی دیگر وقتی که در رسانه نشر شد، استفاده بردنش نه گناه است نه جرم. فقط در تاجیکستان این جنایت است. اینم با خواستی یک حاکم دیکتاتور و یک ترتیباتی که فقط خودشون میفهمند منطقی رو. به هر صورت اون بنده خدا آمد خواهش کرد که هیچ کس دیگر در خارج بوده ها حق ندارد که نوارهای ما رو استفاده برند، تا اینکه مقامات گناهگار نکنند که شما همکاری میکنید. یعنی نوار دلیر امام رو استفاده بردن از روی یوریستا و حقوق شناسا و مفتشان کودن تاجیکستان، بعضیشان این جنایت حساب میشد. بنده خدا مجبور شد که بیاد بیانیه بدهد، بگوید که من به هیچ حزب و حرکت ربط ندارم و از من استفاده نکنید، و هیچ کس هم استفاده نکرد. ولی با وجود اینم 10 سال، حالا معلوم نیست که 2 نفر دیگرش چند سال زندانی میشوند. وقتی که کار به این حد میرسد، بعد سوال با وجود میاد که این بنده خدا چیکار کند باز، و که ملت صدا بلند کند که بس.
من حالا ببینید از ملت نمیشه شکایت کرد، چون بالاخره ملت یک طرفی حقوقی، یک شخصیت نیست که از او در مجموع شکایت کرد. اصلا هیچ کس حق ندارد از ملت شکایت کنه، چون ملت خودی ما هستیم. از خودمون باید شکایت کنیم، هر کس از خودش. وقتی که دوستان میگن که شما امام علی رحمان رو دیکتاتور کردید که امروز به این حد رسید، من میگم بله، قسما ما هم گناهکار هستیم، بله قسما جامعه شهروندی گناهکار است، بله روزنامه‌نگاران، هر کدام ما، همدیاران عزیز، هر کدام ما در جای خود برای آن که در این وضعیت هستیم گناهکار هستیم. در همین حاشیه کنفرانس ورشو وقتی که آینده تاجیکستان رو بحث میکردیم با بعضی از دوستان مبارز که چیکار کنیم، یکی از دوستان گفت که خب دیگر نهضت اسلامی تاجیکستان شما هم گناهکار هستید. گفتم بله، میشود که بیا ما را دار بزنید، دار بکشید و بعد مبارزه برای بر ضد دیکتاتور تا اینکه ملت خلاص شود. یعنی تکرار همین که کی گناهکار است، نهضت گناهکار است یا یک گروه دیگر گناهکار است، حزب دیگر گناهکار است، مشکلی ما را حل میکند؟ نه، ما هر کدام در جای خود به حد خود گناهکار هستیم، اما بیایم این دفعه به این نتیجه برسیم که باید مشکلی را حل کرد. مشکلی در چی هست؟ هممون میدونیم. یکایک مردم آگاه و بیدار تاجیکستان میداند که مشکلی در چی است، در کجا است. بعضی‌ها میگن که مشکلی در کم سوادی مردم است، بعضی‌ها میگن مشکلی در فقر و کمبغلی مردم است، بعضی‌ها میگن در اون که جوانان ما اکثرا مهاجر شدن، امام علی رحمان اونها را از کشور بیرون کرد، در داخل جای کار با وجود نآورد. مشکلی در این است که در داخل هیچ مبارز نمانده است. بعضی‌ها میگن که مشکلی در آن است که یک گروه در خارج ایستادند و امام علی رحمان و حکومت را تنقید میکنند و این باعث فشار بیشتر بالای مردم است. بعضی دیگر حتی ملاها، من یادم است وقتی که ما در داخل بودیم میگفتن که همه مشکلی در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که به سبب فعالیت حزب نهضت در تاجیکستان این همه فشار بالای دین و مدرسه و مسجد و حجاب و ریش اینا هست. خب الان معلوم شد که مشکلی در اینو نبوده است. حزب نهضت 7 سال شد در تاجیکستان دیگر فعالیت نمیکند. محترم داملاها، محترم امام خطیبا، محترم مردم متدین و ملتزم و مسلمان، محترم تاجران و بازرگانان و سوداگرها، صاحبکاران، مشکلی در آن نیست که شما انداز نمیسپارید یا شما یگان کمبودی دارید یا تمام قشرهای جامعه. مشکلی در یک کس است. در تاجیکستان یک نفری هست که در فکر ملت نیست و او خود را مسئول و خادم این ملت نمیداند. شما صحبت 2 روز پیشش رو در نزد پوتین دیدید. این صحبت یک پرزیدنت نبود. من در اون صحبت گفتم، فقط باز یک جمله تکرار میکنم که این یک صحبت یک کارمند در نزد کارفرما، در نزد رهبر، در نزد صاحب اون کارخانه است. من گفتم که صحبت رئیس کلخوز با کاتب یکمی رایکوم است، از این بیشتر نیست. شکایت از این که چرا به کلخوز همسایه توجه بیشتر داری به من نداری، چرا به ملت های دیگر توجه داری به من نداری. مگر این آدم در رو بروی پوتین درباره اون احسان امینزاده که در بلگراد چند نفر رو پراند خودش هم کشته شد، درباره هزارها مهاجر تاجیک غیر قانونی اجباری به ارتش روسیه برده شده ایستادند و در اونجا یا کشته میشوند یا دیگران را میکشند، مگر در این باره گپ زد؟ مگر رحمانوف نمیدونست که مهاجرین تاجیک را موبیلیزاسیون کرده برده ایستادند؟ ولی چرا در این باره گپ نزد؟ درباره مسائل های گپ زد که میتوانست در صحبت پنهانی یک به یک با پوتین گپ زند. اما این پیام به غرب بود که الان روسیه ضعیف است، پوتین دیگر ضعیف است، من میتوانم که با یک گردش در پهلوی شما قرار بگیرم و دیگر من با پوتین نیستم. اما شما میدونید که پوتین چه جواب داد؟ خیلی آرام، مثل که هم یک کارفرما با کارمندش جواب میداد، گفت که да, Емоли Шарипов, ви частично прави, ми будем решать эти вопросы. تمام دیگر. چگونه پوتین مسئله را حل میکند خودتون میدونید. باز دعوت میگه جو دوستم اینجا بیا، فراموش نکن که کی تو را به سر قدرت آورده است و چگونه آورده است، و فراموش نکن که اگر که ما حمایت نکنیم ملت تاجیک با گفت ژیرینوفسکی در بین کوچه سامانی میدونه چیکار کند با تو. تمام مسئله حل میشود. بعد یک هفته، بعد 10 روز، بعد یک ماه ملاقات بعدی پوتین با رحمان را بینید فضا چگونه است. حالا من این را به شما میگم و گفتی مردم تاجیک اینجا خط میکشیم، بعد
میبینیم که در ملاقات بعدی گفتگو چگونه هست، چگونه مناسبت میشد، پوتین مسئله رو میدونه چگونه حل کنه. اما این موضوع صحبت ما نیست. موضوع صحبت ما این است که در اون نشست به جای آنکه ناز و کرشمه کند و رشک خودش رو نسبت همسایه کشورها و ملت‌های دیگر بیان کند، باید در غم اون جوانان تاجیک میبود که برای پیدا کردن یک لقمه نان به روسیه رفتن، با جای که رحمان با آنها جای کار تیار میکرد و گدای دری مردمی دیگر نمیشدن، با جای آنها را حمایت کردن. درباره دیگر چی گپ زد؟ ولی در مسئله این احسان و اون نفر دیگر نامش یادم رفت که در اونجا کشته شدن و مجبور شدن که از دین و دیانتشان حمایت کنند. کسی که اون خواند مسئله اساسی که چی بود است، برای چی این دو جوان مجبور شدن که تیر پرونند. ما به هیچ وجه طرفدار چنین عمل نیستیم که یک جوان بیاد چند نفر دیگر رو بکشد در هر کجای باشد. اما شما تصور کنید که این جوان روسیه برای کار رفته است، در وطنش جای کار پیدا نکرد. شما صحبت پدرش رو بشنوید، برادرش رو بشنوید. جای کار پیدا نکرد، مجبور شد رفت در روسیه کار کند. یک روز او را دزدیدن، مجبوری به ارتش بردن، سلاح دادن که بیا مردم اوکراین رو بکش، تجاوز کن، یک کشور مستقل دیگر را غصب کن و همزمان به دین و آیین و به مقدساتش باز توهین میکنن، تحقیر میکنن که خدای شما مگر ترسانشک است که به شما اجازت نمیدهد که بر ضد اوکراین ها جنگ کنید. این بنده خدا میگه آشکار که این جنگ مقدس نیست، جنگ ما نیست، جنگ برای وطن من نیست. من شهروند تاجیکستانم، شهروند روسیه نیستم و این جنگ بر ضد یک کشور مستقل، یک ملت دیگر است. چرا من باید بجنگم و این رو جنگ مقدس بدانم؟ جنگ مقدس همون وقت میشه که من برای وطنم بجنگم یا برای دین و ارزش‌ها و مقدسات خودم. وقتی که با او تحقیر میکنن، او دیگر میگه از اون که من در یک جنگ ناعادلانه از طرف اوکراین ها کشته میشوم یا مجبور میشوم انسان های بیگناه اون طرف رو بکشم، بهترش که برای حمایت از خودم و ننگ و ناموس و دین و فرهنگم کشته شوم، به مقام شهادت برسم. و این کار انجام داد. امام علی رحمان در این باره گپ زد. این انسان دیگر کار به استخوانش رسید، این جوان این کار کرد. ولی ملت تاجیک وقتی که بلاگر و ژورنالیست را، نمیدونم همشهریش را، همکارش را زندانی میکنن، میدونید چگونه رفتار میکنن؟ من شاید که این صحبت رو نمیکردم و به این لحن صحبت نمیکردم اگر یک خبر رو همین روز در یکی از رسانه‌ها نمیخوندم که یک روزنامه‌نگار در یکی از سایت‌های معروف باز مقاله نوشته است، با جای آنکه درباره 10 سال دلیر امام علی بنویسد، درباره 10 سال رهبر فدراسیون فوتبال بودن رستم امام علی نوشته است. اینم 10 سال، اینم 10 سال. 10 سال زندان دلیر امام علی، 10 سالگی رهبر فدراسیون شدن رستم امام علی. درباره مصیبت همکسبش نمی‌نویسد، درباره 10 سال یوبیلی یک امام علی دیگر می‌نویسد. یک امام علی در زندان درباره این امام علی می‌نویسد. این بیانگری چی است؟ وقتی که روزنامه‌نگار از روزنامه‌نگار خودش حمایت نمی‌کند، تملق و خوشامدگویی را در همین روز اولاتر می‌داند، من میگم دیگر این ما دیگر برای همین وقت میگن که ما روشنفکر نداریم، شاید افراد داریم. خب نفری مثل برزو عبدالرزاق را با تمام معنا، با معنای پوره این کلمه میتوان یک روشنفکر تاجیک گفت. اما با یک برزو نمیشود گفت که در تاجیکستان یک قشر روشنفکر است. ما نخبه نداریم دیگر، ما روزنامه‌نگار مستقل نداریم دیگر. وقتی که در روزی اقلا منتظر نمیشود که فردا بیاد از رستم امام علی برای 10 سالگیش تعریف کند و زحمت‌های او را وصف و ستایش کند، در روزی که همکارش دلیر امام علی 10 سال زندانی میشود، میتوانست از لحاظ اخلاقی این را فردا کند اگر بسیار نیاز به پول و به پشتیبانی رستم امام علی دارد. اما حتی از لحاظ اخلاقی هم نمیاد در همین روز صبر کند یک روز. و این بیانگر آن است که دیگر ما واقعا جامعه ما در یک سطح رسیده است که او را هر کسی هم بخواهد مدیریت میکند، ظلم میکند، اما جامعه جواب نمیده. سوال این است که چرا ما به این روز رسیدیم؟ دوستان گرامی، ببینید عرب ها یک ضرب المثل دارند. در یک باره یک وقت دیگر در کدام موضوع بود گفتم که میگن که
اکلت یوم اکلت ثور الابیض، یعنی من خورده شدم یک گاوی سیاه، میگوید که من خورده شدم همان روزی که گاوی سفید خورده شد. معنیش چی است؟ این قصه دارد که دو گاو در چراگاه بودن و گرگ آمد دید که اگر هجوم کند هر دو این گاوها زورش نمیرسد. آمد گفت که من گرسنه‌ام. به گاوی سیاه گفت من گرسنه‌ام و باید یک از شما رو بخورم. خدا قرار بیست من همون گاوی سفید رو میخورم، سیر که کردم میروم و به خودت کاردار نیستم. گاوی سیاه گفت خب اگر این رو میخورد به من چی؟ بخورد دیگر من زندگی میکنم. گاوی سفید رو خورد، گرگ سیر کرد. بعد یک هفته برگشت آمد، گاوی سیاه تنها در چراگاه. گاوی سیاه دید که گرگ نزدیک آماده شده است، به تنهایی زورش نمیرسد و این رو گفت، این جمله رو که خب من تمام شد کارم، من همون روز خورده شدم که گاوی سفید خورده شد. کاش آن روز صدا بلند میکردم، هر دومان یک جای این گرگ رو پیش میکردیم. امروز وقتی که دلیر امام علی 10 سال زندانی شد، دلیر امام علی این حکم را همون روز گرفت که دیگر روزنامه‌نگاران زندانی شدن، زده شدن. همون روزی که رجب میرزا لط و کوب شد، دیگر روزنامه‌نگاران یک صدا بلند کردن، هیچ کس اعتراض نکرد. همون روزی که حکمت الله سیف الله زاده زده شد، هیچ کس اعتراض نکرد. محمد علی حید روزنامه‌نگار زده شد، دلیر شریف زده شد، اعتراض نکرد. دیگر روزنامه‌نگاران رو بردن زندانی کردن، زبیدالله رازق، عبدالقهار دولت و ده ها نفر دیگر رو، کسی اعتراض نکرد. بله، حکم زندان عبدالله غربتی و دلیر امام علی و بعد از این باز هر کسی از روزنامه‌نگاران حکم زندان بگیرد یا از بلاگرها، از فعالان جامعه مدنی، بداند که حکم اینا بر وقت 10 سال پیش، 5 سال پیش، 15 سال پیش صادر شده بود. هر سیاستمداری که امروز دزدیده می شود، زندانی می شود، از روسیه، از هر جای دیگر، بداند که او همون روز دزدیده شده بود که محمد روزی اسکندروف از مسکو دزدیده شد. شراف‌الدین گدایف چند سال پیش دزدیده نشد، شراف‌الدین گدایف برابر محمد روزی اسکندروف دزدیده شد. اگر امروز فردا نسبت یک مبارز، نسبت یک مخالف، یک رهبر کدام گروه ترور جنایت در خارج صورت بگیرد، بدانید که اون همون روز شهید شد که عمر علی قوتوف شهید شد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون روز بسته شد که حزب دموکرات پراکنده شد، حزب تاجیکستان نو پراکنده شد و دیگر احزاب، حزب سوسیال دموکراتی به نابودی رفت همون روزی که حزب نهضت بسته شد. رسانه ها همون روز از بین رفتن، بسته شدن که نجات، روزنامه نجات بسته شد. دوستان عزیز، اینا همه سلسله یا زنجیرهای یک روند هستند، یک سیاست هستند. یعنی ما آینده ها مصیبت های دیگری در پیش است، مگر اینکه یک روز بیایم همه با یک آواز بگیم بس تمام، ملت تاجیک از این بیشتر صبر کرده نمیتواند. اما امام علی رحمان ملت رو خوب شناخته است، میداند که میان این ملت رو شکستند، جسارت و شجاعت این ملت رو گرفتند و این ملت هنوز زپس بسیار کلان برای صبر دارد. این را امام علی رحمان فکر میکند و همین گونه شناخته است. آیا سوال من این است که آیا شناخت امام علی رحمان از ملت درست است؟ واقعا ما همین گونه هستیم؟ یعنی هنوز هم زپس برای تحمل کردن این ظلم و شکنجه را داریم؟ یعنی با دلیرهای دیگر، عبدالله های دیگر، عبدالستار و ذوق بیک و عزت امان و کرامت شریف و زید و بزرگمهر و محمد علی های دیگر زیاد داریم که باید منتظر شویم که امام علی رحمان مثل ضحاک هر روز برای اون مار نفسش یک دو نفر رو قربانی کند، مغز سر ملت رو بخورد، باقی مانده مهاجر شود و ما هنوز هم منتظر، ما هنوز هم فکر میکنیم که خب به من نرسیده است کو، حالا عیب خودش است، خودش خاموش میشیشت. دلیر امام علی بلاگری نمیکرد، مثلا مثل چند نفر دیگر در فیسبوک اگر امام علی رحمان رو تعریف میکرد چی بلا داشت؟ هیچی مصیبت نداشت، امروز در زندان نبود. مگر مثلا هم طرفدارای رحمان که اونا هم خود را فعال جامعه مدنی میدونن، اونا خود را بلاگر میدونن، اینا اپوزیسیون رو تنقید کرده ایستادن، رحمان رو تعریف میکنن، هیچی نشد از که زندگی کرده ایستادن. پس عیب دلیر امام علی بود است که
زندانی شد. پس عیب بدخشانی ها هست که کشته شدن، عیب نهضت اسلامی تاجیکستان است که زندانی و مهاجر شد یا بسته شد، عیب محمد روزی و زید و بزرگمهر است که خودشون رو به همین روز آوردن. ما چرا منتظر چنین روز باشیم؟ ما چیکار نکردیم؟ نه دوستی عزیز، امروز به سر شما هم خواهد آمد، به یک شرط: اگر شما همچون انسان زندگی کردن بخواهید، یعنی شما هر روزه که تصمیم گرفتید که انسان باشید، همچون انسان زندگی کنید، شک نیست که امروز به سرتون خواهد آمد. شما فقط یک بار کوشش کنید که یک مرتبه همچون انسان کامل زندگی کنید. همین کافی است که شما را یا زندانی کنن یا بکشن یا مهاجر کنن. شاید برخی از شما سوال کنند که پس چی از این گپ میاد که ما انسان نیستیم، همچون انسان زندگی نداریم؟ ما بهترین زندگی رو داریم، بهترین ماشین، بهترین خانه، بهترین جای کار، روشنایی، همه چی رو داریم. رستوران ها می رویم، با زن و بچه گشته ایستادیم، همچون یک انسان زندگی کرده ایستادیم. منظور ما دوستان گرامی از اون نیست، از خوردن و پوشیدن و از ماشین و از اینا نیست. منظور ما از همچون انسان زندگی کردن، خود را همچون انسان تصور کردن، آزادی وجدان داشتن، آزادی سخن داشتن، آزادی انتخاب داشتن، آزادی سفر داشتن، گپ زدن، فعالیت کردن، رشوه ندادن، پاره ندادن، تملق نکردن، چاپلوسی نکردن، خوشامد نکردن، تجاوز نشدن، برق داشتن، معاش خوب داشتن و این همه را طلب کردن از کسی که از حساب شما معاش میگیرد، مثل که در تمام دنیا انسان ها میکنن. شما همین را یک بار تجربه کنید، بگید که ما همچون انسان میخواهیم این امتیازها را داشته باشیم. امتیازهای زیادتی نه، اون چیزی که در کنستیتوسیون نوشته شده است. بعد ببینید که امام علی رحمان با شما چگونه رفتار میکند. اگر مقصد از انسان بودن فهمیش برخی ها خوردن و پوشیدن و نوشیدن و جای آباد و زیبا باشد، باور کنید امروز در بعضی کشورها، در عربستان، در کشورهای خلیج، بعضی شترها در هتل 5 ستاره زندگی کرده ایستادند. بعضی شترهایی که صاحبانشون اونها رو نقض میبینن، اونها رو با ماشین های مرسدس مخصوص که در آلمان سفارش دادن، با کاندیشنر تامین شدگی است، آنها را در بیابان های عربستان سعودی میبرند و میارند. بهترین خوراک ها رو مثل یک رستوران 5 ستاره دار با آنها میتیان مغز و مویز. آیا با خوردن و با در ماشین مرسدس و در یک خانه مثل هتل 5 ستاره دار زندگی کردن این شتر او را آدم کرد؟ یعنی ما میگیم این انسان است؟ نه، اون شتر باقی مونده است. فقط شتری که در یک شرایط بهتر نسبت به دیگر شترها زندگی دارد، اما آدم نشد. یعنی از شرایط خوب و از معاش خوب داشتن و از ماشین خوب داشتن انسان هنوز انسان نمیشه. او یک نام دیگر دارد. وقتی که ما میگیم که همچون انسان باشید، رفتار کنید، بعد ببینید که امام علی رحمان با شما چی کار میکند، منظور این است که شما یک انسان آزاد و صاحب کرامت رفتار کنید. بنابر همین دوستان عزیز، همدیاران، من فکر میکنم که امام علی رحمان هنوز زپسی ظلم و شکنجهش تمام نشده است. باز بالای ملت باز فکر میکند، باز از این بیشتر محدودیت ها را بار خواهد کرد. فقط سوال من این است که آیا دیگر ما صبر و تحمل را از این بیشتر، از این طولانی‌تر میتوانیم داشته باشیم این صبر و تحمل را، یا میگیم که نه دیگر بس است از این؟ حالا شاید سوال با وجود بیاید که پس چی باید کرد؟ من این را پیشنهاد میکنم که وقتی آن رسیده است، بارها گفتیم باز تکرار میکنم، ما باید دیگر ملت را به بدخشانی و زرفشانی و دوشنبگی و کلابی و وحدتی و فیض آبادی تقسیم نکنیم، به نهضتی و گروه 24 رو به نمیدانم در داخل بوده ها و در خارج بوده ها تقسیم نکنیم. دوستان گرامی، من بعضی دوستان داخل بوده رو میشنوم میگن که شما در خارج رفتید، در اروپا دور از شکنجه رحمانوف کتگی کرده صدایتون رو بلند میکنید، فکر ما رو نمیکنید که ما در اینجا در چه عذاب هستیم. از بیرون گفتن و تنقید کردن آسان است، بیاید در داخل کشور باشید بعد میبینید. بعضی از بیرون بوده ها داخل بوده ها رو تنقید میکنن که شما چرا خاموشید، چرا حرف نمیزنید، ما که تنقید کرده ایستادیم. برادران، وقتی اون رسیده است که بس کنیم این انتقادها و کنایه ها و طعنه های به یکدیگر را. نه داخل بوده ها بیرون بوده ها را تنقید کنید،
برای اون که فرار کردن. اگر مجبور نمیشد هیچ کس نمیخواد وطنش رو ترک کند و مهاجر شود، نه من نه کسی دیگر. نه بیرون بوده ها اون داخل بوده ها رو طعنه کنند که چرا شما خاموشید. اونا خاموش نیستن. اونا هم اگر مثل ما در بیرون می بودن می توانستن با جرأت‌تر صحبت کنند و ما هم شاید اگر در داخل می بودیم کوشش میکردیم که با احتیاط باشیم. اما وقتی اون رسیده است که دیگر این اتهام و طعنه و کینه رو باید بس کنیم. ما هممون یکدیگر رو مثل همون خشتای یک بینا، یک دیوار بدانیم که یکدیگر رو کمک میکنیم و اون بینا برقرار است، بینای این ملت برقرار میستد. ما باید تلاش کنیم که داخلی ها جرأت بیشتر پیدا کنند. داخلی ها اگر گفتن نمیتونند به ما معلومات بفرستید، به ما عکس بفرستید، نوار بفرستید که ما صدای دل شما رو به مردم، به جامعه برسونیم، مبارزه خود را دقیق‌تر و مشخص‌تر بکنیم، با فکت و رقم صحبت کنیم. بنابر همین وقتی اون رسیده است که ملت دیگر متحد باشد. بخصوص من خواهش میکنم از اون، حالا به هر نامی که میگیریم، طرفداران رحمان، طرفداران کسانی که همین وضعیت رو جانبداری میکنید، یک مقدار انصاف کنید، یک مقدار، بیشتر نه. بیاید همون فرق بین دلیر امام علی رو با همون شهباز بود که بود یک بار ببینید که این بین دو جوان چی است. شما تا اون درجه بیسواد نیستید، کور نیستید، تا اون درجه بی عقل و بی فهم نیستید که اون چیزی که واقعیت هست نبینید. شما دیده ایستادید که ظلم هست، شکنجه هست، بی‌عدالتی هست، دزدی هست، غارت هست، فساد و رشوه و کروپسی هست، حکومت خانوادگی هست. شما دیده ایستادید که از این آینده بدتر خواهد شد. پرزیدنت راه حل ندارد. ما نمیگیم تنقید کنید رحمان را، شما که یا با هر دلیل نمیتونید تنقید کنید، اقلا بس کنید این همه دروغ و تهمت و این همه مبارزه مطبوعاتی را علیه کسانی که مبارزه میبرند تنها برای خودشونه، برای آزاد کردن شما هم. بالاخره در همون وطن آزاد و آباد و پیشرفته شما هم باید زندگی کنید، فرزندان شما هم باید زندگی کنند. تا که شما باید در یک کشور زندگی کنید که او را یا مثل پوتین یک نفر رهبری کند، یا مثل رحمان، یا مثل یک دیکتاتور دیگر. چرا شما یک سروزیر، یک پرزیدنت مثلا سروزیر کانادا، مثل پرزیدنت استرالیا، مثل پرزیدنت سروزیر آلمان، کشورها دیگر نداشته باشد؟ حداقل مثل پرزیدنت قرقیزستان. حالا من معذرت میخوام، بعضی‌ها وقتی که شما یک کمتر مقایسه کنید بعد طالبان و تاجیکستان، میگه شما طالب رو تعریف کردید، یا مقایسه کنید بعد بین تاجیکستان و قرقیزستان، میگه که شما قرقیزستان رو تعریف کردید چون اون در حالت جنگ است. نه، ما جنایتکار رو جنایت میگیم، تجاوز قرقیز باید تجاوز گفته شود. اما وقتی که پرزیدنت قرقیزستان میآید، همچنین پرزیدنت یک کشوری که مثل تاجیکستان مایده هست، از ما اهالیش کمتر است، ولی تملق نمیکند، خوش آمد نمیگه، شکایت نمیکند، ناز و رشک و اشوه نمیکند، بلکه میگه من نمیرم سن پترزبورگ، من ادکبی رو قبول نمیکنم، رزمایش یا اون اوچین یا مشقای نظامی را. یعنی قرقیز آبرو داره، در مجبور میشود پوتین قرقیز رو احترام کند. اما چرا رحمان رو احترام کند؟ زاره میکند، شکایت میکند رحمان که وجایت نست، جانشین وزیر نفرست. پوتین برای چی احترام کند وقتی که تاجیک در داخل وطنش احترام ندارد؟ تاجیک را مگر در روسیه احترام میکند؟ پرزیدنتش را در روسیه احترام میکند؟ نه دوستان، نمیکند. بنابر همین طرفداران پرزیدنت امام علی رحمان، شما هم فکر کنید، این وطن شما هم هست، این ملت شما هم هست، آینده فرزندان شما هم باید که در یک کشور آزاد و مستقل زندگی کنند. شرط نیست که ما و شما یا در زیر یوغ پوتین باشیم یا که خیتای. ما باید یک ملت آزاد باشیم. پس وقتی اون رسیده است که با هم باشیم، اون کینه و کدرت و شکایت ها رو کنار بگذاریم و در اطراف یک هدف مشخص عمل کنیم و اون هدف هم باید پنهان نکنیم دیگر. تا این حکومت عوض نشود، تا امام علی رحمان از طریق قدرت نرود، مطمئن باشد که در تاجیکستان هیچگاه بهبودی نخواهد آمد و تاجیکستان، ملت تاجیک صاحب احترام نخواهد بود. پرزیدنتش در کجای گریه کند، شکایت کند، زاره و ناله کند، فایده ندارد. احترام را با زاره و ناله و با خوشامد خریده نمی شود. احترام را با عمل، با سیاست درست، با سری بلند سزاوار باید بود. سلامت باشه دوستان گرامی. من اینجا صحبتم را به انجام میرسونم. اگر
یگان سوال باشد جواب میگم. اینجا دو سوال کارمندان از استودیو فرستادن از کاربران. خب یک نفر با نام صاحب نظر پرسیده است آیدی سلام نکردن رحمان با جباروف چی عقیده دارد؟ خواهش جواب دهید. دوست گرامی صاحب نظر، من درباره سلام نکردن این دو پرزیدنت چیزی زیاد گفتن نمیتوانم، اما جپاروف برای چی یا جباروف برای چی به سنت پترزبورگ نرفت و مشقای نظامی اودکبه را قبول نکرد؟ گفت که من به سنت پترزبورگ نمیروم. با پوتین هم به فکرم فهمون، پوتین هم از اون ناراحت نشد، گفت که نمیخوام با رحمانوف سلام کنم. یعنی برای من عیب است، من تا این حد پایان نمیروم که با رحمانوف سلام کنم. این یک سبب بود. و دوم برای آن اودکبه را مشق نگذارم، گفت که من نمیخواهم که پای سرباز تاجیکستان در وطن من باشد تا این مسئله حل نشود. برای ما خیلی علم‌آور است، نه؟ خیلی دردناک است چنین حرف شنیدن نسبت پرزیدنت کشورمان، نسبت سربازان افسران کشورمان. اما سوال این است که کی وضعیت رو به این درجه رساند؟ کی به این حد رساند که پرزیدنت یک کشوری همسایه مثل قرقیزستان دیگر برای خود و گفت روسا زپدلا میداند با پرزیدنت تاجیکستان سلام کند؟ کی به این درجه رساند که پرزیدنت تاجیکستان از پرزیدنت فدراسیون روسیه شکایت میکند که مرا احترام کنید؟ خب تو را کی احترام میکند وقتی هیچ کس دیگر با تو سلام کردن نمیخواد؟ و حالا با این برآمد میخواهد که به طرف غرب بگردد و غربی ها با او سلام کنند. حالا ببینیم که امامالی رحمان یا پوتین چی جواب خواهد گفت. سوال از یک نفر آمده است وقتی زید سعیدوف را زندانی کردن هنید چی عکس‌العمل نشان داد و نتیجه چی شد؟ دوست گرامی، بله سوال بسیار خوب است که هنید چی عکس‌العمل نشان داد. یک بار بیاید بردارید ارشیو رسانه ها را در همون سالی که زید سعیدوف زندانی شد، ارشیو شبکه ها را، صحبت ها، اینترویو ها را. در اونجا به این سوال جواب هست که هنید چی عکس‌العمل نشان داد. من شخصا خودم همچون رئیس حزب و همچون دوستی زید سعیدوف چی عکس‌العمل نشان دادم و جامعه چی عکس‌العمل نشان داد، یار و دوستان و خانواده زید سعیدوف چی عکس‌العمل نشان داد. ما آن چیزی که می توانستیم و می خواستیم تا اونجایی که امکان بود کردیم، گفتیم، برآمد کردیم. ولی یک مسئله از دوستان عزیز، من اشاره کردم به همین مسئله در صحبتم که وقتی که یک نفر رو زندانی میکنن یا یک مشکلی به سرش می آید، نه تنها حکومت دیگران را میگوید که شما دخالت نکنید که وضع شما هم بدتر می شود، می ترساند، بلکه خویش و تبار را هم میگوید که شما ببینید کار نکنید که اپوزیسیون از اینا حمایت کند. مثلا از زید سعیدوف، از حالا دلیر امامعلی، از یگان نفر دیگر، شما کار کنید که اپوزیسیون وارد این قضیه نشود. اگر اپوزیسیون وارد شد کار بد می شود. جناب عالی خودش این رو عفو خواهد کرد. حتی به معاون من، به خانواده معاون من که زندانی شد، معلوم بود که همه اینا رو دیگر یا نابود میکنن یا حکم ابد یا 30 سال زندان. فرزند یکی از معاونان من به من مراجعت کرد، گفت که به من وعده کردن که اگر فرزندش در خارج دیگر فعالیت نکند و خانواده و شما تولا کنید، زاره کنید که رئیس حزب و نهضت در قضیه این پدر شما دیگر صحبت نکند، شما هم خاموش باشید. جناب عالی وعده کرده است که او را رها میکنند. من گفتم دروغ است این گپ، فریب میکنن. گفت نه همین وعده کردند و خیلی به خاطر مادرم و به خاطر عمکم و فلان. گفتم خیلی خوب، خاموش باش. خاموش ایستادن، حکم ابد دادن به معاونی من. تمام شد مسئله. خب گفتم دیدی خانواده زید سعیدوف اومدن گفتن که فلانی خواهش میکنیم، میدونم شما دوستت میخواهید یک چیز بگید، ما مصلحت کردیم. گفتم من نمیخوام خاموش باشم، بخوام صحبت کنم درباره زید. دپوتات بودم، رئیس حزب هستم، دوستی من است. گفتن ما خواهش میکنیم برادروار تمام خانواده که به ما وعده کردن که فلانیا دخالت نکنند، به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زیرا اگر حزب نهضت دخالت کرد قضیه زید حالا که اقتصادی است سیاسی میشود و او بعد حکم میگیرد، حالا میتواند با یک جریمه خلاص شود. گفتم خیلی خوب. نه تنها ما، حتی خودی خانواده اعتراض نکرد. یک اعتراض کوچک بنده خدا کردند ولی به همون تمام شد
و تمام. زید 29 سال گرفت. محمد روزی اسکندرов رو وقتی که آوردن، واقعا ما همچون حزب سیاسی میخواستیم موقع گیری کنیم، شاید شدید هم نباشد، به حق یک محکوم کردن، یک بیانیه دادن، گفتن نه چون شما حزب دینی هستید، اگر گویان که حزب دموکرات و حزب نهضت با همن، پس این قضیه سیاسی میشود و قضیه محمد روزی وزین میشود. 23 سال دادن. بدخشانی ها رو وقتی که میزنن میگن شما به بدخشان کاردار نشوید، زیرا که خب با کلابی بدخشانی چی ربط دارد؟ خودشون خاموش میستادن. غرمی و سوغدی به بدخشان چی ربط دارد؟ دوستان عزیز، هر کدام ما را به تنهایی نابود کرده ایستادن، کشته ایستادن، زندانی کرده ایستادن. نفر دیگر رو میگن خاموش باش که این قضیه به خودت ربط ندارد. و حتی خودی باز همون صاحب قضیه به جای آن که بیاد بگه که مردم از ما کمک کنید، صدا بلند کنید، میگه شما التماس نرسید، صحبت نکنید. اگر اپوزیسیا در این باره گپ زد، قضیه در اینجا سیاسی میشد و بدتر میشه. بنابر همین دوستان عزیز، این مصیبت تاریخی ملتی ما هست که ما رو به تنهایی نابود میکنن. اکنون وقتی آن رسیده است که همه، چی در داخل و چی در خارج، در پهلوی دلیر امام علی و عبدالله غربتی و ذوقی بک و عبدالستار پیر محمدزاده بیستیم، در پهلوی بدخشانی ها بیستیم، الفت خانم، اون خالبش و 10 نفر دیگر تقسیم نکنیم که این پامیری بود، نهضتی بود، این 24 بود یا هر کسی بود. این تاجیک بود، تاجیکستانی بود. این حتی دشمنی من باشد، رقیبی من هم باشد، همچون شهروند حق دارد که دیگران از او حمایت کنند و بالای هر کدام ما اون حقی هموطنی و همشهرگی دارد. خب یک نفر سوال داده است که آید چقدر دوام کردن جنگ اوکراین و روسیه کمی معلومات دهید و به هموطنانمون چی پیشنهاد میکنید؟ دوستان گرامی، درباره جنگ اوکراین و روسیه من برآمدی مخصوص داشتم، شاید روزهای آینده باز یک برآمد دیگر هم کنم در این باره، چون موضوع خیلی زیاد پیدا شده است. جوانان تاجیک را به جنگ اوکراین مجبوری برده ایستادند. بعضی گمراه‌ها خودشان داوطلبانه گویا که در اوکراین میرفته باشند، فاشیست میکشته باشند و ناتسیست و ما در روسیه نان خوردیم و روسیه با ما نان داد و ریسک داد ما باید دفاع کنیم. او برادر، روسا خودشان از جنگ گریخته ایستادند. روسیه که در همونجا تولد شده است، شهروند روسیه پدر و بابایش داشت، مثل خودت غلاموار در اونجا کار نکرده است یا شهروندی را نخریده است با پول. او از روسیه فرار کرده ایستاده است، نمیخواهد بجنگد، برای که این جنگ را ظالمانه میداند، این را تجاوز میداند. این جنگ را برای مالکیت یک نفر، یک گروهی مافیازی در روسیه میداند. خیلی که در تاجیکستان تمام این دواده و این هنگام‌ها به خاطر حفظ مال و قدرت یک خانواده است، در روسیه هم همین است. بنابر همین ما مجبوریم که در این باره باز بیشتر و طولانی‌تر صحبت کنیم. اما جنگ اوکراین و روسیه، هموطنان گرامی، این است. دوست گرامی کسی سوال دادی، این جنگ حالا من نمیدونم که ختم میشود دیر یا زود، اما حتما شک نکنید که به فایده اوکراین ختم خواهد شد. حتی اگر اوکراین همین 3-4 ولایت را هم از دست بدهد، چند درصد زمینش را مثل کریم، در دراز مدت را برمیگرداند و اون قسمتی که الان هست اون را میسازد، آباد میکند، به یک کشور دموکراتی پیشرفته تبدیل خواهد داد، مثل که همون گدیر که در شوروی باقی ماند و فرگه در غرب. فرگه به حد پیش رفت که خود گدیر، مردم آلمانی در گدیر بوده، خودشون دیوار را شکستند، رفتند به فرگه پیوستند. امروز هر دو یک شد. مردمی که در همون قسمت روسیه میماند، مردم اوکراینی، خودش اون دیوار و سیمخا را میکند، میاد در این اوکراین پیشرفته‌تر و آزادتر باز پیوست میشد. این رو در آینده کسی زنده است خواهد دید. اما امروز مطمئن باشید که پیروزی به اوکراین هست و نه به خاطر آنکه غرب کمک کرده ایستاده است. بله، غرب کمک کرده ایستاده است، تمام دنیا در پهلوی اوکراین ایستاده است. سازمان ملل 200 عضو دارد، 200 کشور عضو است. در همین آوازدهی آخر که روسیه را محکوم کردن، چند کشور طرف روسیه را گرفت؟ حتی تاجیکستان طرف روسیه را نگرفت. 147 کشور بر ضد روسیه آواز داد، 30 چند کشور بی‌طرف بود، همونایی که کلاونده هستند، یک روز با سفید یک روز با سیاها، دو پگانه ها بی‌طرف ایستادن. همگی کره شمالی، ونزوئلا، سوریه با چند کشوری که
متهم روسیه هستند. بلاروسیا آمدن طرفداری آشکار از روسیه کردن. یعنی جهان بشریت امروز در مقابل روسیه ایستاده است، با اوکراین هست. پس پارلمانسکی اسامبله سویت اروپا که بیشتر از نزدیک 40 کشور عضو پارلمان اسامبله پارلمانی اتحاد اروپا است، دیروز قرار برآورد روسیه رو کشوری تروریستی اعلام کرد. همین روسیه که ما نهضت اسلامی تاجیکستان رو یک ماه پیش تروریستی اعلام کرد، امروز خود روسیه رو بیشتر از پارلمان های 40 کشور دنیا اروپایی تروریستی اعلام کردن. خب حالا میبینید آینده شاید در این باره هم یک صحبت کنیم، ببینیم که کی تروریست است و کی نه، و آیا ما تروریست هستیم یا کسانی که ما را تروریست اعلان کردن. و این دور نیست، دیر هم نیست که امروز به سر امامعلی رحمان هم خواهد آمد. حالا کارها رفته ایستاده از پرونده ها جمع می شود. ببینید حالا چقدر که پوتین اعلان شد، حالا نسبت رحمان هم می شود. اون خیلی زیرک هم است. حالا دید که دیگر وضعیت در جهان تغییر می یابد، یک بار یک گشتی با اسب ضد پوتین صحبت میکند و میخواهد که خودش رو از این بلاها خلاص کند که دیگر فایده ندارد. بنابراین دوستی عزیز، من این عاقبت جنگ رو با پیروزی اوکراین میبینم و دعوت میکنم از تمام تاجیکستانی ها، تاجیکان، فرق ندارد شما شهروندی تاجیکستان هستید، شهروندی روسیه هستید، از این جنگ دور شوید، خودداری کنید. این جنگ جنگ ما نیست، جنگ مقدس نیست، جنگ برای وطن نیست. این یک تجاوز آشکار علیه یک کشور و یک ملت مستقل هست. کسی در اونجا کشته می شود هیچ آبرو و قدری در این دنیا و در آخرت نخواهد داشت، بلکه اگر می توانید با هر چیزی که هست به یک ملت و یک کشور مستقل و مبارز کمک برسانید. من مطمئنم که آزادی اوکراین کفیل آزادی ما تاجیکان و تاجیکستانیان و با گفت خود رحمان میده ملت ها خواهد بود. ما از آنه که در یک شرایط باشیم که باید از یک ملت کلانتر مثل روسیه زاره و توالا کنید که ما را احترام کنید و ما کتاب بفرستید و قطعی ما سلام کنید، بهتر نیست که تبدیل به یک ملت سزاوار و مبارز و جسور مثل اوکراین شویم؟ حتی اگر کشته هم بدیم، شهید هم بدیم، بالاخره برای وطن و برای ملتمون کشته شویم، نه مثل امامعلی رحمان زاره کنیم و شکایت کنیم و درخواست احترام کنیم. خب یک کس سوال داده است که تحریم به وزیران کی کار میکنند. دوستی عزیز، حالا پیش از این یک سوال دیگر هست، بعد اون را میخوانم. حالا تحریم به وزیران تاجیکستان برای این باید کار کرد، یعنی کاری آسان نیست که چند وزیر را ما شامل لیست تحریم کنیم و شما میدونید که در دایره های بین المللی علاقه در ورشو و ما این مسئله رو خیلی جدی گذاشتیم که باید چند نفر از وزیران اگر امکان باشد خود امامعلی رحمان و نفرانی از خانواده شامل سپیسکه یا که لیستی روی خط مگنیتسکی شوند که اینها در سطح جهانی باید تحریم شوند، دیگر سفر کردن نتوانند، حساب بانکی نداشته باشند، تبابت و تجارتشون رو کردن نتوانند. اینا با پوتین و خیتای دوستی میکنند، بعد میان در اروپا درس میخوانند و سیر و گشت میکنند و خرید میکنند و تبابت میکنند. این از این دورویگی دیگر نمیشه. چرا در همون کشوری که تعریفش میکنی نمیروی در اونجا بیزنس کنی و پولت رو نگه بداری؟ بنابراین همین تحریم ها کار آسان و ساده نیست، ولی کار بالا این رفته ایستاده است و نباید پیش از پاده چنگ انداخت و منتظر باشیم که کی اون به حد نهایی میرسه. خب یک نفر سوال داده است نیست کردن رحمان با کدام سناریو ممکن است؟ باید یک پیشوای این حرکت پیدا شود. به نظر شما کیها میتوانند سروری همین حرکت شوند؟ برادر عزیز، سروری حرکت برای نیست کردن دیکتاتور شرط نیست که یک آدمی معروف، یک رهبر یک حزب، یک حرکت باشد. در بعضی کشورها یک نفر عادی میتواند سرور یک حرکت باشد. ضحاک را کی از بین برد؟ مگر یگان رهبر، یگان رستم، یگان سهراب برد؟ نه، کاوه آهنگر یک آهنگر برد. وقتی که کار به استخوانش رسید، همون میانبندش را، همون میانبندی که آهنگری میکرد، هر یک آهنگر یک میانبند دارد، کوزدس رو ببینید، همون را پرچم کرد، با اون تبدیل شد به پرچم کاوه آهنگر، لیوای کاوه آهنگر، رفت بر علیه ضحاک
شورش کرد، مبارزه برد، انقلاب کرد، از بین برد. اون یگان رهبر حزب نبود. اما وظیفه یک سیاستمدار، یک رهبر، یک تشکیلات سیاسی این است که مردم رو آماده کرد. اگر مردم آماده شد، بله میتواند یک سیاستمدار هم رهبری این حرکت رو به دوش بگیرد، ولی میتواند هر یک آدم عادی باشد. دلیر امام علی میتوانست همین کار کند. باور کنید امام علی رحمان در داخل کشور از دلیر امام علی بیشتر میترسد از محی الدین کبیری دیدن. به حرف من باور کنید، برای که من 4000 کیلومتر دور هستم، در اروپا هستم. من از اینجا صحبت میکنم، تمام مردم و طرفداران رحمان، حتی طرفداران خود من هم میگن که خب شما از دور صحبت میکنید، صحبت‌های شما به درد نمیخورد، شما در اینجا هیچ کار کردن نمیتونید، بیاید در داخل کشور مبارزه برید. با اون میدوند که من داخل کشور بیام، تقدیر زید و محمد روزی و عزت امان هم در انتظار من هست، اما با وجود این میگه که بیا با داخل کشور در اینجا مبارزه بر. اما از دلیر امام علی، از ذوقی بیگ، از عبدالله غربتی بیشتر از من میترسن. برای چی؟ برای اینکه در داخل است، یک جوان است، او سیاستمدار نیست، او را نمیشد متهم به آن کرد که او برای قدرت و منصب و برای پرزیدنتی مبارزه میبرد. مرا متهم میکنن که کبیری برای پرزیدنتی مبارزه برده ایستاده است، میخواد جای رحمان رو بگیرد و منم پنهان نمیکنم، بارها آشکار گفتم وظیفه یک رهبر سیاسی هم همین است. ای بس یک رهبر سیاسی بگوید که من برای قدرت و برای منصب پرزیدنتی یا یگان چیز دیگر مبارزه نمیبرم. اما مرا متهم کردن، همچون منصب پرست و منصب تلاش متهم کردن آسانتر است. دلیر امام علی رو نمیشد متهم کرد، ذوقی بیگ رو نمیشد متهم کرد، یا عبدالله غربتی رو. اون یک فعال جامعه شهروندی است، برای ملت مبارزه برده ایستاده است، برای شما، برای همون چاپلوسا و برای همون خوشامدگاه مبارزه میبرد. بنابر همین او را زندانی میکند زودتر. برای چی؟ برای اینکه از اون میترسد که او تبدیل میشود به یک رهبر، برای یک پیشوا. و از همه مهمش امام علی رحمان میترسد که جسارت و شجاعت دلیر امام علی و همراهانش عبدالله غربتی و ذوقی بیگ اینها به مردم جسارت میدهد، چشم ملت رو باز میکند. یک نفر دیگر میگه خود امام علی، دلیر امام علی گپ زده ایستاده است، هیچ گپ نشده است که چرا من خاموش باشم، چرا از حق خود دفاع نکنم، برای حقیقت مبارزه نبرم. امام علی رحمان برای همون دلیر امام علی و عبدالله غربتی را زندانی میکند که رهبر مبارزه و شورش در داخل پیدا نشود، مردم جسارت پیدا نکند، مردم حق آزادی پیدا نکند. ولی برادری عزیز، این معنی آن را ندارد که ملت بیدار نمیشود. ملت دیر یا زود رهبر خود را پیدا خواهد کرد، یا از خارج یا از داخل. اصلا شاید یک نفر پیدا میشود که نه من نه شما در انتظارش نیستیم. کی فکر میکرد که مردم اینقدر مبارزه میبردن، احزاب سیاسی، یک باره نفر آمد مثل شهید عمرعلی قوتوف، تمام زحمت و کار و فعالیت شخصیت ها و پیشواهای دینی و رهبرای سیاسی را با یک صحبت های جسورانه، بگذار از بیرون هم بود، در داخل نکرد، بیرون رفت، ولی از بیرون تمام این ثمره را جنبش کرد و تبدیل شد به یک نفری که جوانان به او باوری کردند، اعتماد کردند. امام علی رحمان برای همون او را نابود کرد، در خارج هم پیدا کرد، کشت. ولی من باور دارم که ملت باز یک رهبر خود را حتما پیدا خواهد کرد، فرق ندارد از خارج از داخل. ولی مسئله اساسی این است ملت خودش بیدار شود، ملت خودش پیام بدهد، نشان بدهد، از خودش درک بدهد که من آماده مبارزه هستم، من نمیترسم. حداقل مردهای تاجیک برابر زنهای ایرانی باید جسارت پیدا کنند. من به قضیه داخلی ایران حالا کاردار نیستم، باره گفتم که نمیخواهیم باز یک رقیب و یک دشمن دیگر برای اپوزیسیون تاجیک، ملت تاجیک زیادتر شود. تا روزی که روسیه خودش ما را تروریست اعلان نکرد، ما با سیاست‌های داخلی روسیه هم کاردار نشدیم. این سیاست ما هست. بعضیا نگویند که چرا درباره ایران صحبت نمیکنید، یا مثلا برای آنکه ما نمیخواهیم که با سیاست یک کشور دیگر دخالت کنیم، مگر اینکه او بیاد دخالت کند، چون قدرت و نیروی با همه کشورهای همسایه مبارزه بردن، برای آزادی همه ملت ها مبارزه بردن ما نداریم. اما حالا هر چی کاری میکنند، زنهای ایران امروز آمدن برای حق خود از نگاه خود تلاش کرده ایستادن. از یک طرف ما باید اعتراف کنیم که حکومت ایران تا اون درجه
حالا شاید این شرایط از سرکوبگر نیست به حد رحمانوف که یک بلاگر را برد 10 سال زندانی کند. یعنی مردم از داخل ایران اعتراض کرده ایستادند. بله در اونجا سرکوبگری هست. خواهش میکنم بار دیگر وقتی که مقایسه میکنن این را به معنای جانبداری از کسی یا محکومیت کسی تلقی نکنید. شاید بعضی‌ها بگن که باز کبیری مثلا طالب را با رحمانوف مقایسه میکنه طرفدار طالب است، حکومت ایران را با رحمانوف مقایسه میکنه طرفدار حکومت ایران است. نه، من اینجا مقایسه را برای آن میکنم که عملکرد مشخص. حتی از داخل افغانستان از کابل بلاگرها طالبان را تنقید کرده ایستادند. این به معنای تعریف طالب نیست، به معنای جسارت و یک آزادی نسبی داشتن بلاگرهای افغان هست. همون طوری که زن ایرانی امروز در خیابان‌ها میرد شعار میپرتاید، بالاترین و سخت‌ترین شعار را میپرتاید، خوشا به حال اینها. من مقصدم این است، پیام من این است که مسئله داخل ایران است. مردهای تاجیک در داخل تاجیکستان جسارت و شجاعت برابر با زنهای دلیر ایرانی داشته باشند. مقصدم همین است دیگر. حالا نه تنقید و تعریف حکومت ایران است، نه تنقید و تعریف مخالفین ایران است، نه حکومت طالبان است، نه قرگیز است، نه کسی دیگر. انشاءالله همون روز که رسیدیم ملت مبارز رهبر خود را پیدا خواهد کرد. خب دوستان گرامی، رسا 1 ساعت صحبت کردیم. طبق معمول ما همیشه 1 ساعت با مردم صحبت و سوال و جواب داریم. دعا میکنیم در آخر که پروردگار هر چه زودتر این زندانی های ما را آزاد کند از ظلم این ظالمین. دیگر برادرانی که در انتظاری حکم هستند آنها را خداوند کمک کند. ملت هم در پهلوی اونا باشد که اونا مصیبت این عبدالله و دلی را تکرار نکنند، برادرانی که منتظر حکم هستند. و خدا کند که این مصیبت ها باعث آن شود که حداقل ملت ما به وحدت یگانگی برسد، خود را تقسیم نکند به گروه ها، به حزب ها، به منطقه ها و همه در برابر ظلم، در برابر ظالم، همچون یک مشت کاوه آهنگر بر دهان ضحاک خونخوار، ضحاک ماران ملت به این حد برسد. خداوند یکایک ما و شما را تا صحبت های بعدی در پناهش نگهبان باشد.